سلام دوستان، من دونتروس هستم و خوش اومدید به ویدیو امروزمون. البته دونتروس سابق، مرسی که کامنت ها رو پر کردید و اسممو گفتید و من اسممو میز گذاشتم مستر کامی SKS. دیگه شما کامنت ها رو هم بذارید ببینیم چی میگید. شما اسم خوبه، کامی SKS خوبه یا دونتروس؟ خب بریم سراغ ویدیو. طبق قولی که داده بودم این ست بلولاگ رو باید میگرفتیم ما و من گرفتم ولی نتونستم همین ویدیو اسپین زدن هاشو بگیرم واسه شما، چون همین وقت نکردم و جایم نبودم که من ویدیو بگیرم، یعنی وقت ویدیو که گذاشتن نداشتم و ما این ست خفن رو گرفتیم. دیدم که دارید دیگه زیاد حمایت میکنید. من این ست بلولاگ دیگرم گرفتم فقط به عشق شما دوستای گل. الان ویو بره بالا، هنوز من سورپرایزهای دیگه ای هم دارم. الان من این ستو میگم که گرفتم. بلان بریم ما یه چک کنیم این ستا رو ببینیم دیگه چه جوریه. اینجا یه لحظه صبر کنید شیم چیکار شد. الان درست شد. یه ست مشکی بهمون میده، یه ست سفید. الان باز وفله. ای بابا صبر کن نتو نگاه کنم نتوام درسته. آها اومد. الان من نمیدونم این گفته 300 تا جیم بده 15 ساعت 15 روز و 6 ساعت داشته باشین سته رو، یا 15 روز و 6 ساعت وقت داری که این سته رو با 300 تا جیم بگیری. همینو نمیدونم. الان ما یکی بزنیم جیم نداریم ما. خب بگذاریم از این بریم سراغ یه میکس و ست خفن بزنیم. این کله خوبه، این بالاتنش هم خیلی خوشگل و لژندری طوره. اینو بذاریم، نه بلشگام اونو بذاریم بهتر و خوشگلتره. شلوارم اینو اوف چی ساختم، ولی یعنی کفشا مونده. کفش داداش ست ساکورا رو میذاریم. خب گفتم که جلوتر گفتم که یه سورپرایز دارم. اگه من به 500 تایی شدم، یعنی به 500 تا رسید فالوورام، یه سورپرایز دارم که سورپرایزم چیه؟ سورپرایزم سبکو بریم تو سای بابا. نمیدونم ایران چه مشکلی داره با این اینترنت، چه هلو نصیبه. این پیچلر هم بعد باید بگیرم. الان بریم توی سایت. این ستو باید من بگیرم و من 30 روز دیگه هم وقت دارم که اینو بگیرم. حالا بگذاریم از اینا، بریم یه نگاه کنیم به ست، یه نگاه اصولی. من کلا 286 نفر میخوان این ستا رو بگیرن. این دنس خفن رو داریم که خوبه. کاتاناش هم صبح من 15 تا داشتم اسپین زدم و این کاتانا رو بنداد. این بیلبیلکایی که از آسمون میاد پایین و ست اصلیش که خدایی خیلی خفن و جذابه. این صندلیش هم از این بلور. اگه ما بیایم یه نگاهی اساسی کنیم، شما میتونید با 65 تا 10 تا اسپین بزنید، با 125 تا 20 اسپین بزنید. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.